این قصه من درباره پیوستن نقطه‌های تقدیر خویش است. من از تحصیل در دانشکده رید پس از 6 ماه داخل شدنم فارغ شدم، اما پس از آن مدتی 18 ماه دیگر در درس‌ها به حیث دانشجوی آزاد شرکت می‌ورزیدم تا اینکه در نهایت دانشکده را ترک کردم. چرا من دانشجوی آزاد شدم؟ این قصه پیش از تولد من آغاز شده بود. مادر بیولوژی هم یک فرد جوان و مجرد و دانشجو بود. او تصمیم گرفت که مرا به پرستاری دیگران دهد. او می‌خواست که من پسرخوانده شخصانه شوم که دانشگاه را ختم کرده و صاحب معلوماتم. به این خاطر پیش از تولد من یک حقوق‌شناس را با همسرش پیدا کرده بود که می‌خواستند مرا پرستار شوند. همه چیز برای این آماده بود، بجز این که وقتی من به دنیا آمدم در آخران لحظه آنها تصمیم گرفتند که میخواستند دختری را با پرستاری گیرند. در این زمان والدان امروزه من برای به پرستاری گرفتن کودک در نوبت ایستاده بودند. با آنها نصف شب زنگ زدند و پرسیدند که یک پسرچه غیر انتظار به دنیا آمده است، آن را میخواهید؟ آنها گفتن البته. مادر بیولوژی هم بعدتر فهمید که مادر من هیچگاه دانشگاه را ختم نکرده است و اینکه پدرم حتی تحصیل در مکتب میانه را به اتمام نرسانیده است. او امضا کردن سندهای پرستاری را رد کرد. پس از چند ماه دیگر وقتی پدر و مادرم وعده دادند که من روز به دانشگاه داخل میشوم، او راضی شد که به سندها امضا گذارد و مرا به پرستاری آنها دهد. و بعد از 17 سال من به دانشگاه قبول شدم و تحصیل را شروع کردم. اما من ساده فعلانه دانشگاهی را انتخاب نمودم که به مانند استنفورد گران بود و همه پسندازهای والدان کارگری من برای پرداخت تحصیلم خرج می شد. 6 ماه بعد من به خلاصه آمدم که این همه خرج زیاد ارزشش را ندارد. من نمی‌دانستم که در زندگی به چه کار مشغول شوم و نمی‌فهمیدم که دانشگاه چگونه می‌تواند در دریافت مقصد زندگیم به من کمک کند. و در این دانشگاه من همه پس‌اندازهای والدانم را که طول حیات خود جمع کرده بودند خرج می‌کردم. با نظر داشته این، من تصمیم گرفتم که از تحصیل رسمی دست کشم تا از مبلغی والدانم صرفه‌جویی نمایم. خودم را باور کناندم که همه چیز در زندگیم خوب می شود. آن وقت این عمل برایم خیلی هراس دهنده بود، اما امروز وقتی به آن زمان می نگرم می فهمم که تصمیم بهترین تصمیم زندگیم بود. لحظه که تحصیل رسمی را قطع کردم امکان پیدا کردم که همچون دانشجوی آزاد از شرکت در درس‌های حتمی و برایم بی تفاوت دست کشم و بیشتر آن درس‌هایی رو بگیرم که دوست می‌دارم. همه این برایم رمانتیکی نبود. در خوابگاه حجره نداشتم. به همین خاطر در حجره دوستم در روی فرش می‌خوابیدم. من شیشه‌های خالی کوکاکولا را جمع آوری کرده به نرخ 5 سنت می‌سپاریدم و به عوضش پولی ناچیز به دست می‌آوردم تا برای خود خوراک بخرم. هر هفته شام یک شنبه 11 کیلومتر راه را پیاده طی نموده به آن طرف شهر می رفتم تا یک بار در یک هفته خوراک گرم و با لذت را در معبد کریشنا بخورم. من آن خوراک را بی نهایت دوست می داشتم. حس کنجکاوی و اینتویسی آن زمان مرا به کارها وادار کرده بود که بعدتر معلوم گشت برایم بی‌بها بودند. برایتان یک مثال می آورم. دانشکده رید آن زمان یک درسی آموزش خوشنویسی را پیشنهاد خواهشمندان میکرد که شاید بهترین در کشور بود. در حدود شهرک دانشجویان همه پاستر و اعلانها با یک خط بی‌نهایت زیبا نوشته میشدند. چون من دیگر دانشجوی رسمی نبودم و تصمیم گرفتم خوشنویسی را آموزم، من درباره شگفتی‌های سریف و سن سریف، درباره مسافه بین حرفا و آیدی آن که چه چیز خط‌نویسی را عالی می‌کند آموختم. خوشنویسی را خیلی زیبا، تاریخی و از لحاظ هنری ظریف دریافتم، آنچنان که علم نمی‌تواند آن را به تصویر بکشد. برایم خیلی جذاب بود. برای در عمل اجرا نمودن هیچ گونه از این دانش‌هایی که به دست آوردم حتی امید نداشتم. اما 10 سال پس وقتی که اولین کامپیوتری مکینتاش را طرح‌ریزی می‌کردیم، همه آن به کار آمد و ما برای مکینتاش شریفت‌های زیبا ساختیم. این اولین کامپیوتری بود که این گونه شریفت‌های زیبا داشت. اگر من آن وقت به آموزش خوشنویسی مشغول نمی‌شدم، مکینتاش هیچگاه نمی‌توانست صاحب این گونه شریفت‌های زیبا و خوش صفت گردد.
و چون ویندوز شریفت ها را از مکینتاش رو بردار کرده است، به نظر چنین می نماید که یگان کامپیوتری فردی نمی توانست این گونه شریفت داشته باشد. البته وقتی در دانشگاه می خواندم، پیوستن نقطه های تقدیرم برایم ناممکن بود، چون نمی دانستم که مرا در زندگی چی انتظار است. اما بعد از 10 سال واضح و مشخص این نقطه ها را می توانستم بپیوندم و اهمیت کارهای انجام دادم را درک کنم. بار دیگر می گویم، وقتی به آینده می نگرید، شما نمی توانید نقطه های تقدیری خویش را بپیوندید. این کار را تنها وقتی نظر کردن به گذشته می توان اجرا کرد. برای همین شما باید اعتقاد به آن داشته باشید که این نقطه ها به یک شکل در حیات شما به هم می پیوندند. شما باید به یگان چیز باور داشته باشید، به جسارت خویش، هدف، حیات، تقدیر و هر چیزی دیگری. چون که باوری کامل به آن که نقطه های تقدیرتان در آینده به هم می پیوندند به شما حس اعتماد را می دهد و امکان می دهد که پیگیری آرزوهای خویش باشد، حتی اگر آنها شما را به راه برند که کسی تا حال نپیموده است. پیمودن این راه شما را به جای می برد که دنیا را تغییر می دهد و آن را جایی بهتر می سازد. این قصه من درباره عشق و باختن است. بختی من آمد کرد. من آن چیزی را که دوست می داشتم در زندگی انجامش دهم پیدا کردم. من و واز شرکت اپل را در گراژ والدانم زمان تأسیس دادیم که من 20 ساله بودم. ما خیلی مهنت کردیم. با یک شرکتی بزرگی 2 میلیارد دلار که زیاده از 4000 کارگر داشت تبدیل یافت. 1 سال پیش از آن بهترین محصول دستمان را، کامپیوتری مکینتاش را به بازار برآورده بودیم. آن وقت من به سن 30 سالگی رسیده بودم و آن زمان مرا از وظیفه آزاد نبودند. چگونه می شود که شما را از شرکتی که خودتان تأسیس دادید رانند؟ خوب با مرور بزرگ شدن اپل، ما یک نفری را که من فکر میکردم خیلی با استعداد بود برای اداره شرکت یک جا با من به کار پذیرفتیم. در دوام تقریبا 1 سال همه چیز خوب بود، اما بعد دیدگاه ما به آینده شرکت آهسته دیگر شد و در نهایت بین ما نزاع به وجود آمد. در این وقت شورای دیرکتوران شرکت طرف او را گرفتند. همچون نتیجه در 30 سالگی من از شرکت خارج شدم و این خارج شویم به طور عمومی بود. آن چیزی که هدف زندگی هم بود از دستم رفت و این خیلی خرابی آور بود برایم. من طوری چند ماه دیگر واقعا نمیدونستم که چی کار کنم. من احساس میکردم که نسل گذشته صاحبکاران را ناامید کردم. این که من استافت را وقت به دستم میدادند افتاندم. من با دیوید پاکارد و باب نایس واخوردم و خواستم برای ناعهده برایم پوزش پرسم. ناکامی خیلی عمومی بود و من حتی میخواستم که از وادی سیلیکون فرار کنم. اما من آهسته به خود آمدم و درک کردم که کار خود را دوست می‌دارم. ناکامی با اپل رغبتی مرا نسبت به کارم از من نبرده بود. من ناکام شده بیکار گشتم، اما من شغلم را تا حال دوست می‌داشتم. به همین خاطر تصمیم گرفتم که همه چیز را از نو شروع میکنم. آن وقت من این را نفهمیدم، اما با گذشت وقت فهمیدم که راندن من از اپل بهترین حادثه بود که در حیات من رخ داد. جای وزنینی موفق بودن را حالا سبکی دوباره نوکار شدن گرفته بود که مرا برای وارد شدن به پرمحصول ترین دوره حیاتم آزاد کرد. طول 5 سال بعدی من 2 شرکت دیگری را با نام‌های نکست و پیکسار تأسیس دادم و عاشق زنی شدم که معنی حیاتم گشت. پیکسار اولین فیلمی را با نام تای استوری ایجاد کرد که پر توسط انیماسیون کامپیوتری ساخته شده بود و امروز موفق ترین استودیوی انیماسیونی در جهان به حساب می رود. حادثه ها به شکل عجیب صورت گرفتند و اپل شرکت نکست را خریداری کرد. این باعث شد که من به اپل برگردم و تکنولوژی که من در نکست ایجاد کردم امروز اساسی احیای اپل گشته است و من و لارن امروز یک عائله زیبا و خوشبخت داریم.
من مطمئنم که هیچ کدام از این رخ نمیداد اگر مرا از اپل نمیراندند. این داروی تلخ بود، اما فکر میکنم بیمار به آن نیاز داشت. گاهی حیات سری شما را به دیوار میزند. باوری به خود را از دست ندهید. من بر این باورم که یگانه محرکی من در زندگی این بود که من شغلم را دوست می داشتم. باید آنچه را که دوست می دارید پیدا کنید، هم شغلی دوست داشته و هم محبوب خود را. شغل شما قسمتی بزرگی حیاتتان را پر می کند و یگانه راه رسیدن به قناعتمندی مشغول شدن به کاری است که باور دارید کار بزرگ است و یگانه واسطه انجام دادن کار بزرگ این است که شغل خود را دوست دارید. اگر تا حال آن را پیدا نکرده اید، جستجو را ادامه دهید، بس نکنید و مانند به عشقی که احساسش میکنید. وقتی شغل دوست داشته‌تان را دریافتید، شما این را حس میکنید. کار شما سال به سال بهتر و بهتر خواهد شد. به همین خاطر جستجو را ادامه دهید تا اینکه آن را دریابید. بس نکنید. Thank you all very much.